بیاییم با هم دیگه یه قطعه موسیقی که نوت نویسی شده بخونیم و اجراش کنیم. قطعه ما به این شکله. آیا شما میتونین این قطعه موسیقی رو بخونین؟ به احتمال زیاد خیر، برای اینکه این حروف الفبای زبان ژاپنی هست و این قطعه به زبان ژاپنی نوشته شده و برای ما ایرانیایی که با این الفبا آشنایی نداریم نمیتونیم این موسیقی رو بخونیم و اجراش کنیم. قطعا برای اون نوازنده ژاپنی هم به همین شکل. اگر یه قطعه ایرانی و با حروف الفبای فارسی رو در اختیارشون بذاریم، اون شخص ژاپنی هم نمیتونه این موسیقی رو اجرا کنه. برای همین برای آموزش زبان موسیقی یک زبان کاملا مستقل ابداع شده و ما برای یادگیری موسیقی در اولین گام باید با اون زبان و حروف الفبای اون آشنایی داشته باشیم. سلام، من حدید محمدی هستم، مدرس موسیقی و سازنده ساز. بیاییم با هم دیگه سومین مرحله آموزش موسیقی رو مرور کنیم. 2 مرحله قبل چی بود؟ لطفاً اگر میخواین این ویدیو رو تماشا کنین، 2 ویدیو قبل من رو هم ببینین تا با مراحل 1 و 2 آموزش موسیقی و همینطور مرحله مقدماتی اون که به شناخت کلی در رابطه با خود موسیقی و زبان اون میپردازه آشنا بشین. 2 مرحله قبل یادگیری موسیقی چی بود؟ مرحله اول که کلاً الفبای موسیقی بود، این که ما با خط و شکل‌های دایره وار جایگاه نوت‌ها رو روی خطوط مشخص کردیم و برای هر جایگاه روی 5 خط اصلی به علاوه خطوط کمکی یک نام قرار دادیم و از همین طریق تونستیم متوجه بشیم که اگر نوتی روی خط سوم اصلی نوشته شده باشه فرضاً به نام نوت سی شناخته میشه. مرحله دوم این بود که گفتیم که نوت‌ها 7 تا بیشتر نیستن، ولی این 7 تا نوت در طبقات مختلف اجرا و نواخته میشن. این طبقات مختلف را به اسم اکتاو میشناسیم و روی خطوط حامل باید حتما مشخص بشه اگر نوتی رو به عنوان نوت 2 میخوایم اجرا کنیم، اون نوت 2 روی کدوم یکی از اکتاو ها باید نواخته بشه و برای همین ما چندین جایگاه مختلف روی خطوط حامل برای نوت 2 اختصاص دادیم. همینطور از کلیدهای مختلف هم استفاده کردیم که تمام توضیحاتش در ویدیوهای قبل وجود داره. حالا بر اساس مقدار شناختی که ما از موسیقی بین المللی به دست آوردیم، اگر بخوایم یک قطعه رو اجرا کنیم، قطعه ما به چه شکلی میشه؟ اولا که ما الان کاملا میدونیم این نوت هایی که در قطعه نوشته شده کدوم یکی از نوت های موسیقی هست. دومین مرحله هم میدونیم که نوت ها در کدوم یکی از اکتاف های موسیقی نواخته میشه. حالا اگر بخوایم این قطعه موسیقی رو اجرا کنیم به این شکل اجرا میشه. یا 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 من تمام نوت ها رو در جایگاه و در اکتاو درستشون اجرا کردم، ولی برای چی به شکل های مختلف این چند تا نوت اجرا شدن؟ اصلا آیا مشخص بود قطعه‌ای که من اجرا کردم چه قطعه‌ای بود یا خیر؟ قطعا برای بسیاری از ما به هیچ عنوان این قطعه معرف حضور نبود و نتونستیم این قطعه رو بشناسیم. برای چی؟ برای اینکه در هر مرحله من مقدار زمانی که روی هر نوت مکس کردم و به اون نوت اختصاص دادم یک زمان کاملا اختیاری بود و هر بار اون زمان رو برای هر یک از نوت ها تغییر دادم. مثلا در یک اجرا نوت سول رو من به مدت 1 ثانیه نگه داشتم، در اجرای دوم نوت 2 رو مقدار چند ثانیه مکس کردم روش و هر بار در هر اجرا هر یک از نوت ها رو به یک شکلی در زمان مختلف اجرا کردم و با این کار ما از همین چند تا نوت در واقع بی نهایت شکل مختلف میتونیم اجرا کنیم. پس چه کاری باید انجام بدیم؟ علاوه بر این زمانی که ما بخوایم یک قطعه موسیقی رو اجرا کنیم، علاوه بر دونستن اسم نوت و دونستن جایگاه اکتاوی اون نوت،
ما باید مقدار زمانی که روی اون نوت مکس میکنیم هم کاملا مشخص باشه و تمامی نوت ها مقدار زمان کاملا دقیق و از پیش تعریف شده‌ای برای خودشون دارن که ما باید بدونیم اون چه مقدار هست. اگر یه قطعه موسیقی رو بخوایم به همین شکل فقط با 2 تا مسئله اولیه‌ای که ارائه شد، یعنی نام نوت و جایگاه اکتاوی اون بخوایم اجرا کنیم، قطعاً باید اون قطعه موسیقی رو شنیده باشیم که بتونیم با همین 2 مسئله اجراش کنیم، یا اینکه یک استاد در کنار ما باشه و برای هر نوت به ما و برای هر جمله موسیقی به ما بگه که به چه شکلی این قطعه موسیقی رو باید اجرا کنیم تا در نهایت شکل کلی اون رو بتونیم اجرا کنیم. وقتی که ما از زمان صحبت میکنیم در زندگی روزمرمون، ما برای نگه داشتنش از وسایل مختلفی مثل ساعت و کرونومتر استفاده میکنیم. وقتی که میخوایم یک مقدار زمان مشخص رو بسنجیم، مثلا زمانی که به ما میگن که به مدت 4 ثانیه چشم خودتون رو ببندین، ما برای سنجش این 4 ثانیه میتونیم به ساعتمون نگاه کنیم و به مدت 4 ثانیه چشممون رو ببندیم. حالا اگر همین کار رو بخوایم در موسیقی انجام بدیم، مثلا به ما بگن نوت سول رو 4 ثانیه اجرا کنیم، خب ما میتونیم همون 4 ثانیه رو با کرونومتر یا با ساعتمون روی نوت سول مکس کنیم و این مدت زمان رو اجرا کنیم. ولی عملا این کار در موسیقی امکان پذیر نیست، برای اینکه تعداد نوت های موسیقی ممکنه از 10-20 تا نوت برسه به 200-300 تا نوت یا خیلی خیلی بیشتر، و هر یک از این نوت ها هم زمان بسیار متفاوتی با بقیه نوت ها ممکنه داشته باشه و ممکنه 2 تا کشش زمانی بسیار متفاوت، مثلا اولین نوت 4 ثانیه، دومین نوت 1/10 ثانیه باشه و عملا این امکان پذیر نیست که ما برای هر نوت بتونیم از ساعت یا کرونومتر برای اجراشون استفاده کنیم. گفتیم زمانی که ما میخوایم به شکل زندگی روزمره این کار رو در موسیقی انجام بدیم، مثلا به ما میگن که نوت سول رو به مدت زمان 4 ثانیه روش مکس کنیم. حالا اگر یک سازی مثل سازهای بادی رو ما مینوازیم، در زمان این 4 ثانیه ما از دمیدن ساز نباید دست بکشیم، یا اگر از سازهای که صدای مقطعی دارن مثل پیانو استفاده میکنیم یا تار و ستار، ما زمانی که اون نوت مورد نظر رو اجرا کردیم باید تو همون 4 ثانیه مکس کنیم تا نوت بعدی رو بخوایم اجرا کنیم و 2 تا مسئله کاملا مشابه هم هست. ولی گفتیم این کار در موسیقی امکان پذیر نیست، بنابراین برای سنجش زمان در موسیقی از یک راهکار دیگه استفاده میکنم. به جای مؤلفه زمان در موسیقی ما از کشش استفاده میکنیم و برای واحد ثانیه از واحد ضرب استفاده میکنیم. پس به جای اینکه به ما بگن که مدت زمان مکس روی نوت سول 4 ثانیه باشه، به صورت خیلی ساده در زبان موسیقی میگن نوت سول 4 ضرب هست. حالا ضرب یعنی چی؟ ضرب یعنی یک حرکت از شروع بالا به پایین پا و مجددا برگشت به جایگاه اولیه، این میشه یک ضرب. پس در واقع یک ضرب فقط یک حرکت رفت و برگشت پا هست که باید دقیقاً از بالا شروع بشه، به زمین برخورد کنه و مجددا برگرده به جایگاه اولیه‌اش. در واقع ما برای هر مقدار زمانی یک شکل در نظر میگیریم. مثلا وقتی که به ما میگن که نوتی رو 4 ضرب باید کششش ادامه دار باشه، از شکل یک دایره یا یک بیضیه در واقع تو خالی استفاده میشه. این شکل بزرگترین کششیه که ما در موسیقی داریم. فرقی نداره چه نوتی در چه جایگاهی باشه، فقط زمانی که از این شکل استفاده بشه ما به مدت زمان 4 ضرب این نوت رو روش مکس میکنیم یا کششش رو ادامه میدیم. شکل بعدی که استفاده میشه شکل سفید هست.
سفید فقط با اضافه کردن یک در واقع دسته به شکل گرد صورت میگیره. زمانی که یک نوت رو به شکل سفید قرار داده باشن در قطعه، مدت زمان کشش اون نوت، در واقع کشش اون نوت میشه 2 ثانیه و دقیقا نصف شکل قبلی که گرد بود. شکل بعدی که ازش استفاده میشه شکل گرد هست. شکل سفید رو در نظر بگیرین، داخل دایره اون رو وقتی که پر رنگ کنیم و پرش کنیم میشه شکل سیاه. شکل سیاه نصف سفید هست که اینجا میشه 1 ضرب. شکل بعدی شکل چنگ هست که با اضافه کردن یک منحنی در بالای دسته در واقع نوت سیاه، این نوت چنگ شکل میگیره. اگر دقت کرده باشین هر نوت نسبت به شکل قبلی خودش زمان اجراش نصف شده، یعنی نوت شکل گرد در واقع 4 ضرب بود، شکل سفید 2 ضرب، شکل سیاه 1 ضرب و شکل چنگ نیم ضرب. از همین شکل چنگ به بعد وقتی که ما بخوایم شکل‌های جدیدی بکشیم، فقط به اون در واقع منحنی نوت چنگ یک منحنی دیگه اضافه میکنیم و یک در واقع پیشوند لا به اون شکل بعدی اضافه میشه. مثلا وقتی که بخوایم 2 تا منحنی به چنگ اضافه کنیم میگیم 2 لا چنگ. وقتی که 3 تا خط بشه میشه 3 لا چنگ، 4 لا چنگ، 5 لا چنگ. و در واقع این رو دقت کنیم که کشش 5 لا چنگ در واقع میشه نصف 4 لا چنگ، کشش 4 لا چنگ میشه نصف 3 لا چنگ. با دونستن این مسئله ما به راحتی میتونیم نوت ها رو تقسیم بندی کنیم. یکی از مهمترین مسائلی که برای ضرب زدن در موسیقی باید بهشون توجه بکنیم این هست که ضرب در موسیقی یک حرکت رفت و برگشت خالی نباید باشه. ما باید این رو به 2 قسمت در نظر بگیریم. در واقع یک ضرب رو شما اینجوری باید در نظر بگیریم که به صورت مستقل یک حرکت از بالا به پایین هست و مجددا یک حرکت از پایین به بالا. اینجوری خیلی راحت ما میتونیم نوت‌های کشش‌های کوچیک رو در ضربات پامون تقسیم بندی کنیم. مثلا وقتی که میخوایم در یک ضرب 4 تا نوت رو اجرا کنیم، به این شکل در نظر میگیریم که 2 تا از این نوت‌ها رو زمانی که پا رو به سمت پایین میاریم اجرا میکنیم و 2 تا از نوت‌ها رو زمانی که میاریم بالا. حالا اگر این به جای 2 تا بشه 4 تا و شکل نوتمون در واقع بشه 3 لا چنگ، ما در حرکت رفتمون 4 تا 3 لا چنگ رو اجرا میکنیم و در حرکت برگشتمون 4 تا 3 لا چنگ دیگر رو اجرا میکنیم. به این شکل خیلی راحت تر میتونیم نوت‌های موسیقی رو بخونیم و اجراشون کنیم. معمولا موزیسین ها برای نشون دادن شکل نوت‌های مختلف از لحاظ کشش از یک نمودار شاخه‌ای استفاده میکنن. نوت گرد در بالاترین سطح قرار میگیره. چون میدونیم نوت سفید نصف نوت گرد هست، در واقع 2 تا شاخه رسم میکنیم و برای هر شاخه یک نوت سفید در نظر میگیریم. چون هر نوت سفید برابر با 2 تا نوت سیاه هست، مجددا هر نوت سفید 2 شاخه میشه و این شکل کاملا در هر طبقه به طبقه بعدی ادامه دار میشه و برای هر نوت ما 2 تا شاخه رسم میکنیم که این در توضیح مطلب قبل بود که هر نوت کششش نصف کشش نوت قبل خودش میشه. این چه کمکی به ما میکنه؟ وقتی که ما بخوایم یه قطعه موسیقی رو نوت‌هاش رو در هر میزان تقسیم بندی کنیم، این خیلی راحت‌تر میتونه به ما کمک کنه که بدونیم چه نوت‌هایی رو در کدوم ضرب و در کدوم قسمت رفت یا برگشت پامون باید اجرا کنیم. در کنار اجرای نوت‌های مختلف در مدت زمان مشخص شده که برای اون از شکل‌های مختلفی استفاده کردیم، موزیسین در قسمتی از قطعه خودش ممکنه که یک سکوتی رو در نظر بگیره. سکوت یعنی چی؟ سکوت
مدت زمان مشخصی از قطعه هست که نوازنده هیچ یک از نوت‌های موسیقی رو نباید اجرا کنه و کاملا باید در اون لحظه صدای موسیقی رو قطع کنه. این مقدار هم در قطعه کاملا مشخص هست. بنابراین برای نشون دادن سکوت ها هم در موسیقی ما از شکل‌های مختلف استفاده می‌کنیم. برای نشون دادن سکوت گرد که معادل همون کشش نوت‌های گرد و با زمان کشش 4 ضرب بود، ما از کشش سکوت گرد استفاده می‌کنیم که یک مستطیل توپر زیر خط 4 حامل اصلی هست و زمانی که این شکل رو در ملودی دیدیم ما باید 4 ضرب از اجرای قطعه موسیقیمون دست بکشیم و سکوت کنیم. شکل بعدی که نصف سکوت گرد هست میشه سکوت سفید و با مجددا یک مستطیل توپر این بار روی خط 3 اصلی مشخص میشه. به همین ترتیب سکوت سیاه، چنگ، دولاچنگ، سلاچنگ و الی آخر هم با شکل‌های مشخص شده‌ای تعریف میشه. زمانی که موزیسین یا نویسنده قطعه میخواد به مقدار کشش هایی که اشاره کردیم اضافه کنه، میتونه از نقطه هم برای این کار استفاده کنه. نقطه در سمت راست هر کدوم از شکل هایی که بیان شد نصف زمان کشش اون رو بهش اضافه میکنه. مثلا وقتی که نقطه در جلوی شکل گرد قرار داده بشه، به جای 4 ضرب ما 6 ضرب اون نوت رو باید روش مکس کنیم یا کششش رو ادامه بدیم. حتی نقطه در جلوی سکوت ها هم ممکنه قرار بگیره. مثلا وقتی که جلوی یک سکوت سیاه یک نقطه قرار بدیم، به جای 1 ضرب نصف ضرب هم بهش اضافه میشه و در واقع ما 1 ضرب و نیم باید سکوت کنیم. همینطور به جای 1 نقطه ممکنه از 2 نقطه و حتی بیشتر که غالبا خیلی استفاده نمیشه البته، ولی 2 تا نقطه ممکنه که قرار داده بشه. زمانی که نقطه دوم رو جلوی یکی از کشش ها قرار میدن، نصف نقطه اولی مجددا به کشش نوت اضافه میکنیم. مثلا وقتی که جلوی نوت گرد نقطه اول رو قرار دادیم، گفتیم 2 ضرب اضافه میشه. زمانی که نقطه دوم رو قرار بدیم، نصف 2 ضرب یعنی 1 ضرب دیگه به کشش اون نوت اضافه میشه. بنابراین نوت گردی که 2 تا نقطه در سمت راستش قرار داده شده معادل 7 ضرب میشه. حالا اگر بخوایم مجددا قطعه‌ای که در اول ویدیو به صورت عادی نوشتیم حالا با شکل‌های دقیق کششی مشخص کنیم، به این شکل باید اون قطعه رو نوت نویسی کنیم. برای نوت اول شکل سفید رو قرار میدیم و برای باقی نوت‌ها هم شکل‌های خودشون. حالا اگر بخوایم مجددا این قطعه موسیقی رو با زمان و مقدار کشش مشخص شده اجرا کنیم، قطعه به این شکل میشه: 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا بدون شمارش و فقط با در نظر گرفتن مقدار ضرب دوباره اجرا میکنم. مطمئنا اکثر دوستان متوجه شدن که این قطعه چی بود و این بحث مقدار کشش چقدر در موسیقی اهمیت داشت. امیدوارم این ویدیو هم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. لطفاً با لایک و سابسکرایب حامی ما باشید و در صورتی که علاقه به دیدن پست های بیشتر در رابطه با آموزش مقدماتی موسیقی هستین، لطفاً پست های قبلی و بعدی ما رو فراموش نکنید. با امید دیدار.